What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sword and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? حقیقت اینه که هر چقدر که بیشتر رویاهات رو تأخیر بندازی و اون تلاشی که باید رو براشون نکنی و به معمولی بودن خودتو عادت بدی، چیزی جز درجا زدن، پوچی و بیهودگی نصیبت نمیشه. اگه وضع فعلی دماش براتون قابل قبوله، یعنی که به معمولی بودن عادت کردین، یعنی که رویاهاتون رو به تأخیر انداختین. شما بهتر از این بودین و میتونین بهتر باشین. میدونم این چیزیه که داریم، اما باید طلب بیشتر از این رو داشته باشیم. ما همیشه ماجراجویی‌های جالبی تو جام حذفی داشتیم و بعد اوقات کل فصلمون ما همون ماجراجویی‌های جام حذفی تعریف می‌شد. حالا با تمام گرفتاری‌هایی که این فصل تیم داره، باید ببینیم که اولین بازیمون تو این فصل جام حذفی به کجا میرسه. وقت نمایشه. مجدد علیرضا بازم سردار داریم میریم که. بله و این قصه انگار سر درازی داره. اون همه اینا چی گفتن چمن رو درست کردیم، داشتن صندلی میزدن یا چی حرف میزنن دیگه. حالا یه صحبتایی هست میگن شاید این بازی آخرین بازی باشه که تو سردار میریم. قشنگ حذف شیم امروز بعد از اینکه حذف شدیم حتما باور کنید. خب حالا جام حذفی ما چه داستان‌هایی داشتیم تو جام حذفی علیرضا؟ خاطرات خوش و تلخی. الان داریم میریم سردار جنگل، مخصوصا سردار جنگل چه خاطرات جام حذفی، چه تو سال 86 مخصوصا بازی با سایپا چه من میدونی چه، حالا جدا از بحث این بلاگ، من قصد دارم یه کاری انجام بدم، حالا همینجا میگم. این فصل 97 98 که ما رفتیم فینال جام حذفی واقعا یه فصل پر خاطره و پر اتفاق بود. من خیلی اوقات دوست دارم کلا یه مستند از اون فصل درست کنیم، از اون لحظه‌اش، از اون اولش تا تهش. متاسفانه یه خورده خودت هم اون موقع داشتی درست می‌کردی که آخرش شد فصل سال صعود نکردن. آره قرار بود مستند صعود رو به همراهی بچه‌ها بسازیم که نشد. فیلم و اینا شاید باشه ولی نمیدونم، اگر آره شاید بتونیم واقعا، اگر حالا چند مرحله بالاتر رفتیم شاید موقعیت بهتری هم بشه. این کار من تو تمام این سالایی که اومدم به جرئت میتونم بگم بهترین فصل فوتبال واقعا تو این سالهای اخیر حداقل بهترین بود. خیلی خوب بود. من تقریبا تمام بازی‌ها رو بودم و حتی خارج از اون خیلی خوب بود، همه جوره خوب بود. آره. و یه تیم یک دل داشتیم از همه نظر. آره، چه بین هوادار، چه بین رسانه، چه بین بازیکن، مالک حتی مالک. آره، حتی مالک. آره. همه با هم در اون برهه واقعا خوب بود. آره میدونم بازی اصلا نیرو زمینی همه چی رو به هم زد عملاً آخرش، ولی فصل فوق‌العاده‌ای بود. الان خب فصل بعدش هم ما رفتیم جام حذفی، دوباره همون سایپا دوباره شکست خوردیم. بله انتقامش رو گرفت. بعد دو سه فصل بعدش هم نیمه کاره تا جام حذفی رفتیم، بعد یهو تیم انصراف تا دوران آقای زحمتکش و بر خاطر همین فصل قبل ما نبودیم. حالا دوباره بعد یه فصل وقفه برگشتیم. فکر می‌کنی چی میشه؟ شاید استارت بردامون از اینجا شروع شه، نمیدونم. ولی امیدوارم دیگه پنالتی نکشه. خب هوای جوریه. میگم که اولین و آخرین بازی جام حذفی توی امسال بشه. تو هواداری یا کی؟ تو دشمن
احتمالش هم هست، البته چیزی هم از دست نمیدیم. نه واقعا تو این شرایطی که تیم داره که حالا یه صحبت‌های اعتصابی اینا رو هوادارا شاید شنیده باشن، میدونم واقعا دور از ذهن نیست که بازی خوبی در پیش نباشه. او علیرضا اینجا رو ببین، از الان پروژکتور روشن کردن. فکر کنم حرارتی مثلا باشه گرم بشه. الان پیام‌های گروه رو خوندن گفتن پروژکتور به در نخوره، میخوام بگن نه خیلی هم به در میخوره. الان بیان یه دونه شست زیر پروژکتور هم بگیرن، یعنی ما پیگیر پروژکتوریم. دستشون در اون چیه؟ اون چیه؟ یعنی چی؟ آقا آقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ بیا بیرون. خب چی سری؟ به نسبت بازی قبلی بارون یه خورده کمتره، نه که کم باشه، کمتره و هوا به اون سردی نیست و از یه طرفی هم حالا آسمون هم یه نگاهی بندازیم تک و توک یه آفتابی هم از اون زیر در میاد. نمیدونم روز حالا رنگین کمان ببینیم یا نه. ما همین دو بازی قبلتر اون بازی با پارس جنوبی بود که 1-1 شد، بازی که بعد مدت ها برگشتیم به سردار جنگل و تفاوت اون بازی با این بازی اینه که اون بازی تو لیگ بود، این بازی تو جام حذفی و یه تفاوت دیگه اون روز هوا خیلی گرم و آفتابی بود، امروز یه خورده سرد و بارونی. و یه تفاوت دیگه این که تو اون بازی حمید درخشان حضور داشت، تو این بازی حمید درخشان نیست. فعلا هدایت کادر فنی دست رحمان جهان شاه لو. ما تو از خیلی از فصلایی که شاید یک فصل لیگ معمولی هم داشتیم میگذرونیم، جام حذفی واسمون یه داستان متفاوت بود. شاید نتونیم اینو در مورد بازی امروز بگیم، در مورد این فصل بگیم، چون این فصل تا اینجای کار رقت انگیز بودیم بدون سانسور اگه بخوام بهتون بگم و شاید حذف شدن از این جام خیلی واسه کسی فرق نکنه، چون مهم الان جایگاهمون تو لیگه. ولی خب طبیعتاً دوست داریم تو خونه بازنده بشیم. امیدوارم که بریم جلوتر و اگرم جلوتر قرار حذف بشیم آبرومندانه حذف بشیم و حالا تا ببین تا کجا میتونیم پیش بریم دیگه. این پرچم هر بازی میان کجه، یه کاریش بکنیم دیگه. علی بیا. علی آقا. امروز آرمین انبساطی کاپیتانمون هست. بارون هم گیر آورده، کم میشه زیاد میشه. من میخوام این چت رو ببندم که فیلم خراب نشه. میرسی نمیرسی.
باشم بد بازی نمی‌کنیم و تموم نمی‌کنیم. تموم کردن خیلی مشکل. باریکلا نه باریکلا نه باریکلا فردین مزو بوده را برا شد بده حتی بازم نیمه اول تمام شد و نتیجه 1-0 رسید داماش. پوریا عجب گلی بود. پوریا گلی بود که 100% پنالتی نه چه جوشید کجا زد؟ عبدالله نظیفکار عبدالله بزن عبدالله گزارش های سمی من این بازی چه ساعت بدی بود. شانس آوردم امروز تعطیل بودم ولی من نمیرسیدم دون نیمه دوم میرسید. هیچ می‌دونم من ساعت 2:30 رسیدم. یه چیزی که شد دیگه نگاه 90 دقیقه ولی تموم شد استفاده پنالتی امیدوارم تموم شه بریم کلاس. نیمه دوم شروع شد. بریم واسه اولین 3 امتیاز خانه. یه لحظه داداش داده در اون آمد بیرون. پلی آف میگفت 3 امتیاز. بریم واسه اولین برد خانگی فصل. حتی اختلاف بیشتر کنیم تا این بار روحی خیلی خوبی بشه برای ادامه فصل، چه تو لیگ چه حتی اگه انشالله صعود کنیم تا ادامه جام حذفی. کوین کی باشه؟ فردی مرکوری کی باشه؟ ما هواداره ادامه شو داریم. گل خوردیم چه گلی. فعلا 1-1. امیدوارم گل دوم بزنیم. هیچکدوم حوصله وقت اضافه و پنالتی نداریم. هوا امروز رشت ما رو عملا گیر آورده. مرداد بایرامی حکم پیپو اینزاگی رو داره، همیشه تو آفساید، با این تفاوت که پیپو اینزاگی گل میزنه. بازی 1-1 شد و رفت وقتای اضافه. بازی هنوز ادامه داره، نیم ساعت دیگه بعدش اگه اونجا برنده مشخص نشد باید بریم به پنالتی. ماشین آتش نشانی میخواد بره اما نمیدونه که بازی هنوز ادامه داره. کجا میروی برادر؟ بیست. دقیقه 95 رسیدی ها؟ دقیقه 95 جان دادم رسیده. من بازی ادامه داره بچه. برنامه طولانی شد. ای خدایی یالا گل بزن آتیش بزن آتیش بزن
وقت‌های اضافه هم بدون هیچ اتفاق خاصی تموم شد. بریم دوباره اون سمت برای نیمه دوم وقت‌های اضافه. آره بعد میپرسید اینجا بازی ساعت 2. خب الان رفتیم نیمه دوم وقت‌های اضافه داره هوا کم کم تاریک میشه. نور افکنم زدم. بازی در 120 دقیقه تموم شد 1-1 و باید بریم ضربات پنالتی که برنده مسابقه مشخص بشه. چهارم آلمان لطفا خدا ششم شریفی آقا برو کی میخواد صحبت قشنگ هر اتفاقی افتاد ایران نداره دوم باشه بازی برمی‌داره بعد کسی میگیره پنالتی میزنه همون بریو که بار اول تو ذهنشون خواب کرده همون رو کم بزنه چون گلر ما 100 همه رو میگیره اولین پنالتی رو سامان مهرایی باید بزنه. پنالتی اول پاس جنوبی جمع باید ببینیم میتونن گل کنن یا یه توپ ازادی میگیره یا اصلا اوت میشه. نزدیک بود 1-1 تو پنالتی دوم داماج علیرضا ابراهیمی که گلر پارس جنوبی توپ رو مهار می‌کنه. پنالتی دوم پارس جنوبی که تبدیل به گل میشه. پارس جنوبی 2-1 تو پنالتی ها جلو. پنالتی سوم مرداد بایرامی چه چیپی میزنه این بازیکن. پنالتی سوم پارس جنوبی که اونم گل میشه. پنالتی چهارم داماش توی دروازه. پنالتی چهارم پارس جنوبی. پنالتی پنجم اینم گل میشه. اگه این پنالتی پارس جنوبی گل کنه بازی تمام. پنالتی آخر پارس جنوبی جمع که گل میشه و پارس جنوبی که به مرحله بعد میره و متاسفانه داماش حذف میشه از این بازی. What happens to a dream deferred?